تخمی عید شده. اما حالا گفتم امسال میخوام 12 تا مسترپیس کار بکنم، ماهی یه دونه. لابلاش هم یه طوری میشه دیگه، بالاخره زندگی ما یه زوری میگذره. حالا ببین این یه دونه است که شروع کردم چجوری حالا بهش میگردم. یه کار عجیب غریبی شده، خیلی تو ویدیو اینا مشخص نیست. مثلا این قشنگ ویژن داره توی زاویه‌هایی، توش چیزهای عجیب و غریب در حال کشفه. مثلا این خودش یه فضاییه، یه فیسیه، یه دنیاییه پر. ببین این شکارچیه. این رفیق ما هاره گفت که یه دونه زامن آهو بر من بکش. یه چیز عجیبه، بعد پنجمی شده الان مثلا کار. ببین اصلا این محیطی که امام نشسته اول که پا برهنه متصل نشسته به سنگ و چمن و این دوتا بچه آهویی که زامنش شده، اینا الان اومدم پیش این آقا امام و این محیط و حاله‌ای که درست کردم براش. و اینجاش نکتهش جالبه. ببین این دست خودش قسم فرمش در اومده بود قشنگ با این چیزه کمونه و از اونجا دیگه رفته توی یک فضای دیگه ای. انگار این دستی که به این سمت دراز شده رفته توی یک جهان دیگری. حالا دارم روش کار میکنم. حالا هنوز تموم نشده، اما گفتم دیگه شروع کنم ایدیه یه ویدیویی بذارم و اینو حالا ادیتش میکنم براتون میذارم. تموم هم شد بعد میذارم.